بیا برو. ولی خیلی کلت خوب شده، ببخشید. نه بگی. این بنزلاش نوه ببین داره بیا. دیشب تازه آوردن. فکر کنم نوه باشه. نوه توستای ساده ای دارم. سیده یادیدونه؟ سیده آل اشکنه. سلام بچه ها دای حمید، تا حالا دلت خواستی کسی بکشی؟ آره با تفنگ یا با دوماغت؟ رو خوردم. سلاح چی داشتم تو ماشین؟ سلاح سرد؟ نه سلاح گرم. دوماغت بازم یا تفنگ؟ تخریبت میکنم اصلا. با این میکشیم؟ چجوری؟ بکشم ادیتوران. این دستش آورد پایین. هی ما تا الان سری کار بودیم دیگه. بچه ها راسیسته های حمید امشب اومد کمکی من. مرسی از دای حمید برای کمکی که امشب به من کرد. بچه ها من حال روحی مناسبی ندارم. راست میگه. وایسا یه دقیقه وایسا، همینجا وایسا، همین وسط خیابون وسط خیابون. آروم داره ببن. بیا برو. ما اینگه ریدی سیه. یه آپا فکر نمی‌کردم اینجوری کنی. فکر کردم بیای پایین دستیمو بگیری. نه بابا یکی هم نیست داشتیم میافتادیم دستمو نمیگیره. ویورو کوه ببین چه آفتابی زده تو کوه. این چه چرتپه؟ گوش کن آهنگ لاتی عزیز. بسته دیگه بچه شروع نمیکنه بخوندن. سید یه جا خلوت وای میستی. بله دست دهن عالیه همینش. این آهنگاره بابا منم دیگه گوش نمیده. تو چرا هنو گوش میدی؟ سوادی اسواری برو گم شو پایین. تو بودی میخواستی هرومه رد چی؟ بیا جلو چه میخواد دیگه هرومه رد نشی یا ایستگاه. بدو پاوز عشقا. امروز من میخوام مردم ها ایستگاه کنم. فعلا هم تنها کسکا بیداره. توی ساعتی 6 نیم صبح دیگه ندوی رفتم. من الان هدفهای زندگی دم. اگه دیر به جنبی رفتم. خب الان که دیگه من پشتی فرمونم. این که بتونیم بقیه را ایستگاه کنیم. مثلا یهو نشون میدم میخوام برم روی یکی. دوربین سری برگردون تا خواستم برم روی یکی. اوکی ترمز میگیرم. نه حج خانم بگی. من الان سرعت کم کردم چون میخواست از کوچه بیاد بیرون. دارم سعی میکنم ایستگاه رو بکنم همه جان چکرم. معرفت داریم. بچه‌ها سید خیلی رو ماشینش حساسه. خب الان یاد داره با دنده سه میره با تلت سرعت نمیشه هم چیزی. ادیتور حتما زیر نویس بذار چون داره همین. سه زور نیست بابا دد ماش داره بندازم تو اتوبان 180 تا پر کنم. نه ماشین مال خونگی باشه. مثل خودت؟ آره. ما دوتا بچه خونگی هستیم. از آقا خونه را میخوای یا با آقا؟ سید یه زود داره میگه دست سیف بیج. آخ تو سواری ماشین چی این ترختور سید آقا با 3 دور زدم اما اوکیه. خب با 3 دور زده با 20 با 3 دور زده. بزنم بغل خودت بشینی؟ پس صفحه کلاس میخوادیم باشیم فهم. چندیه صفحه کلاس؟ 20 میلیون مگه سانتا فس پرایده. بچه الان من میزنم بغل. اسم پراید اومد. به حرمت پراید من میخوام یه حرکتایی بزنم. پراید بی شرف. سید گرفت بخوابه. منم برم قهوه بخورم. بالاخره بعدی نیم ساعت قهوه پیدا کردم. نمیدونم امروز چی جوری مردم ایستگاه کنم آخه. میگم ای خوابه این توی ماشین خوابه. فکرایی شوم به ذهنم داره. مثل 2 تا موش بزنم تو اینجا
نه دیگه این اون موقع باید کار ماشا پس دادم، منم اصلا حال حوصله کار ما پس دادم. ولم کن دیگه، ولم کن برم دستشویی حداقل یکم بیشاشم به این زندگی. سید یه چیزی بگو. هنوز نرفته ای تو دستشویی؟ رفتم زنونه بردم برو اشتباه نفسم نمیخونی زنونه یا مردونه؟ ما اینقدر نخوابیدیم الان به اون مرحله رسیدیم که فقط میخندیم، مغزمون خاموش شده. قهوهم رفتیم گفت نیم ساعت 40 دقیقه دیگه دستگاه روشن میشه. یه تیک تاک هم گرفتیم توش من گفتم لیمن بود. وقتی یه دماغ شروع میکنه به خندیدن حال خوشی ندارم. وایه یه فوشیه که حالا بعدن بدون میگیم. یه فوشی دیگه هم هست که ما اکثرا میگیم هیر بیچ، بعدم من یاشه بدون میگم. تلگرام ادیتور تلگرامو بذار اینجا. پس چرا شلوغ نمیشه؟ من میخوام لالا رو دلیت بذارم اسممو دیلیت بذارم. از آمریکا اومده همالا. Is this fine to گورس برای چه خورد نکنه انگلیسی حرف بزن. Is this fine to USA is this country recurring. میخوان دوبی مخفی بگیرن دنبالی سوژن. دنبالی 4 تا آدم مثل خودمونن که اصلا امکان نداره 4 تا آدم مثل خودمون الان این موقع اینجا پیداش. همه کاپلا. واسه یه ویدیو بگیریم با هم. بابا بنازم گنگو ایول. Hello, every day my thanks. Have you English time? Yes. Yes. You English? No. No? Yes. Yes. No. David USA. No, Repeat. No, relax. Relax. Where are you from? I'm from Iran. سیک خوب چی داری؟ سیک خوب نداری تو کارت؟ ایتالیا. کجا اسپانی؟ دادا خیلی داشتی با من جدی انگلیسی صحبت می‌کردی. هر روز میای اینجا دو چرخ سواری؟ نه جام. دادا چرا اینو می‌کشی؟ امروز که جمعه. چرا اینو نمی‌کشی پا؟ چرا اینو نمی‌کشی؟ یه لحظه وایس عرفانو میشناسی؟ نه خیلی نمیشناسن. آره خیلی ها نمیشناسن. یه جورایی هیچ این نمیشه بدی پایین. اوه زیری ماسکش قشنگ ترز رو ماسکش. روک نزدم. ببخش میشه بگی لایک کنن؟ لایکشون کنی پسرای باحالی ان. تو حال میخوابی باحالی. بله درسته در جریانم. برو این بوقه؟ آره. این چیه؟ چراغش. چند کلا دیگه؟ من خریدمش. الان من خودم 2 ماه پیش خریدمش 20. آقا عرفان کات پشت سرت داده. برو ان شاءالله موفق باشی. منم میخوام موفق شم. عشق دوست دارم داداشم. Hello every day my thanks. Goodbye. ولی خیلی کلت تخم شده ببخشید. من قشنگ شدم. لاشیا من به خودم هم میرسم بازم مسخره. چی میگن؟ میشه بگیری دقیقه سلفی خودم میبینم. سلفی نداره آیفون برا میدین عرفان آیفون داره یا بیشتر براتون توضیح بده؟ آیفون برا خانه است. شما آیفون داری گوشی، ما آیفون برا خانه. بید نظر راجع مدل موهای USA من چیه؟ یو واتساپ بزن گد. یو یه بار دیگه. آخه چقدر این آقا حتی بهش برده. هم سلام خیلی مخلص. حالت خوبه؟ سلامت. شما بغلتون کنه. ممنون. یه بغل. ما بس چه خودتی. یه بغل کوچیک. همون مرسی که هستی. Thank you very much. این آقا در حالی ورزش کردن بود. این اسکات داشت میزد. اسکات بدون نمیدونم شاید منو بعد آقا من بهش گفتم هر کی اینو بگم نمیدونم شاید منو تلس کرد مگر نه هم وزنش میزدم پرس من. 3 2 1 پاینتر بیا پایین. من پایینم. خب اینجوری تو الان دادا پایینم این شلوار گشاده. خب عرفانی من نمیتونم. میشه نزنی تو گوشم. سوسولی ورزش نکرده کلی عمرشو خورده خوابیده برده چه زدی به حضرت و کفی اینجا. سری وای آقا ول میکنه. الان چک باختی. لاشی این که تو زدی از اون 5 برابر بود. آقا نه میخوام نه جدا یه دقیقه بیا همین میخوام جدا سوال بپرسم. حالا هر کی راحت شه. خانم ببخشید ببخشید عذرخواهی میکنم. اگه بخواید از 1 تا در نمره بدین به ظرافت این کار چند می؟ مرسی. کاری معمولی. الان فهمیدید کاری این بوده؟ یس داداش کسبت دادا در جذب مشتری میکنه دیگه. دست در نکنه گفتی 10.
بنازم محتوا در اومد. اوه اما حالا خودیدونا چقدر میگیرین؟ یه 10 یارو گفت دیگه. بشمام سید. یه بریم ماما رفت. آقا خداحافظ. میکروفونا چقدر خودشونو گرفتن. نه آمو به قرآن. سید دستش خورد تو کله خودش. امین اینو اینو نزن، اینو بگیر.